ویدیو خوش اومدین. شاید باورتون نشه اما اینجا هنوز پاییزه و این ویدیو دقیقاً بعد از ویدیو قبلی ضبط شده، درست 9 ماه قبل. من از روی پل لایونز گیت رکاب زدم و رسیدم به یکی از زیباترین پارک های شهر، استنلی پارک. امروز اما فرسنگ ها از اینجا دورترم و با دیدن فولدر ویدیوهای تلمبار شده فکر میکنم کاش دقیقه ها و روزها برای حال بعدمون صبر میکردن. کاش روزهای عمر نمیرفتن، مینشستن روی کنده درخت کهنسال کنار ساحل، از حرکت میموندن، کند و کشدار میشدن تا حالمان خوش میشد. اما نه، برعکس به سرعت برق و باد به چشم برهم زدنی میذارن و تو که امروز و فردا میکنی به خودت میای و میبینی 9 ماه گذشته و توی این مدتی که تو اندر خم یک کوچه بودی، نوزاد کودکی در شکم مادر جان گرفته و به دنیا آمده. فصلها عوض شدن، آدمهایی جانهای عزیزشان را از دست دادن، جانهای عزیزی به این دنیا اضافه شدن و تو این جان عزیز را با خودت میکشونی و نمیدونی عزیزتر از این جان و روزهایی که به هدر دادی نداشتی. زندگی میکنی با غم، راه میروی کتاب میخوانی با غم، رکاب میزنی مهمانی میروی با غم و با خودت تکرار میکنی ای کاش پیرتر بودم مثل ریشه ها یا خیلی جوانتر مثل ساقه ها. اینجا که من ایستادم میانه است، فقط تبر میخورم. هنوزم نمیدونم دقیقاً چرا، ولی تا بوده یه خوبکچی بزرگ مانع از انتشار هر چیزی برای من تو دنیای مجازیه. برای انتشار یک عکس در اینستاگرام، برای نوشتن یک کپشن یا ادیت همه ویدیوها. شاید کمالگرایی، شاید سردرگمی و مقدار زیادی افسردگی همیشه دلیل این خوبکچی‌ها بوده. از شما که پنهون نیست. هنوز هم مقدار قابل توجهی از همه اینها توی من هست. اما خب زندگی ادامه داره، برامون نمیسته. مهمترین و سخت‌ترین کار دنیا تبدیل به جمله کلیشه‌ای شده که تا خودت سعی نکنی یادش بگیری کسی نمیتونه بهت یاد بده. در لحظه زندگی کن. امروز که کیلومترها دورتر از این درختای سر به فلک کشیده تو محاصره برج‌های غول‌پیکر نشستم، فکر میکنم مگه تموم عمر چند تا بهار بود؟ رکاب زدن، راه رفتن، کوهنوردی، یوگا کردن، کتاب خوندن و این روزا دویدن برای من تنها دقیقه هایی از عمرم بود که در لحظه گذشت، که خوش گذشت و باقی در خوبکچی ها هدر شد. به این مسیر نگاه میکنم. من هیچ وقت این مسیر رو ندویدم. ما آدما برای دیدن عجایب دنیا سالها برنامه ریزی میکنیم، پس انداز میکنیم، اما حواسمون نیست مگه تموم عمر چند تا بهار و پاییز و تابستون و زمستون داره که ساده از کنارش رد میشیم. اگه من 85 سال عمر کنم با در نظر گرفتن حداقل 10 سال اول زندگی که درکی از این حساب و کتابا نداشتم، 5 سال آخر که احتمالاً نگران درد زانو و لگن و استخونامم، فقط برام میمونه 70 تا فصل که امروز 35 تاش مونده. نه ماه پیش جایی نوشته بودم تنها خوشی پایدار این روزهایم بودن در طبیعت است. نفس کشیدن در این شهر، لابلای درخت‌ها، نشستن روی چمن‌های نم کشیده، دیدن کوه‌های سرسبز. خوشی دیگری ندارم. همه از بین رفتند. همه چیز معنایش را از دست داده. هیچ چیز دیگر حالم را خوب نمی‌کند.
عمر خوشیش لحظه است، کوتاه و بی‌معنی. هیچ وقت دلم نمیخواست عمری طولانی داشته باشم. هیچ وقت حسرت هیچ چیز را نداشتم. فقط وقتی در طبیعت هستم با خودم خیال میکنم کاش بیشتر ببینم، کاش بیشتر زمان داشته باشم. امروز آن خوشی را هم ندارم، اما مگر از تمام عمر چند فصل مانده؟ این مسیر که تو پاییزش با هم رکاب زدیم یه مسیر یه طرفه است که تقریباً 10 کیلومتر. با دوچرخه 1 ساعت و پیاده بین 2 تا 3 ساعت قدم زدنه. مسیر دوچرخه از آبر پیاده جداست و با خیال راحت میتونید اینجا رکاب بزنید. مرسی که تا اینجای ویدیو با من بودید. امیدوارم هر جای دنیا که هستید از بودن در این لحظه لذت ببرید.